3 تا از رازهای عجیب تاریخ اهرام مصر که قطعا نمیدونستید. بریم ببینیم اینا چیه. اولی، وزن هر کدوم از سنگ‌های اهرام مصر حدود 2.5 تن بوده و هنوز مشخص نشده که انسان‌ها اون زمان چجوری میتونستن اینا رو جابجا کنن. واقعا هم خیلی عجیبه و بعضی‌ها معتقدن که اهرام مصر رو فضایی ساختن. شما چه فکر می‌کنید؟ دومی، بعضی دانشمندان معتقدن که اهرام تقویم نجومی هم بوده. حالا تقویم نجومی بوده یعنی چی؟ یعنی فقط مکان مذهبی نبوده و میتونستن ستاره ها رو باش رصد کنن و زمان فصل ها رو باش مشخص بکنن. واقعا خیلی چیز عجیبی بود اون زمان. سومی که واقعا شوکتون میکنه اگه بشنوید که میگن داخل هرم بزرگه هیچ چیزی وجود نداره و کاملا خالیه و هیچ نوشته‌ای هم رو دیواراش نیستش که بعید میدونم همچین چیزی باشه، چون فیلم‌هایی ازش اومده بیرون که دانشمندان ربات‌هایی میسازن که میفرستن داخل و هنوز تله‌هاش بعد این همه سال کار میکنن. واقعا خیلی چیز مهندسی بود اون زمان. خب نظر شما درباره این رازها از اهرام مصر چی بوده؟ حتما داخل کامنت‌ها بهم بگید.